تا حالا شده شب زود بخوابی، حتی 8 ساعت کامل بخوابی، ولی صبح که چشمات رو باز میکنی انگار یه نفر تو خواب ازت کار کشیده باشه؟ آلارم رو خاموش میکنی، دوباره میخوابی، اما وقتی بلند میشی هنوز حس میکنی که مغزت خاموشه. حالا جالبه بدونی که شاید مشکل تو کمبود خواب نیست. مشکل اینه که تو خواب رو فقط با تعداد ساعت اندازه میگیری. اما بدن انسان مثل یک ماشین ساده نیست که هر چقدر بیشتر خاموشش کنی بهتر کار کنه. خواب یک فراینده. مغز تو هر شب وارد چرخه‌هایی میشه که اگه درست بشناسیشون میتونی با انرژی خیلی بیشتری بیدار بشی. توی این ویدیو میخوایم بفهمیم چرا بعضی از آدم‌ها بدون آلارم بیدار میشن و چرا بعضی‌ها بعد از خواب طولانی هم خستن و چه 5 اشتباه ساده‌ای که داره کیفیت خواب میلیون‌ها نفر رو نابود میکنه. بخش اول، خواب فقط خاموش شدن بدن نیست. خیلی‌ها فکر میکنن خواب یعنی اینکه بدن رو خاموش کنیم و چند ساعت بعد دوباره روشن بشیم. اما واقعیت اینه که وقتی خوابیدی مغزت هنوز فوق‌العاده فعاله. در طول شب مغزت تو چندین بار وارد چرخه‌های خواب میشه. هر چرخه تقریباً 90 دقیقه طول میکشه و شامل چند مرحله مختلفه. در بعضی مراحل بدن بیشتر خودش رو ترمیم میکنه. هورمون‌ها تنظیم میشن و انرژی ذخیره میشه. در مرحله‌ای به نام REM مغز فعالیت زیادی داره. رویاها بیشتر اتفاق میفتن و اطلاعات و خاطرات پردازش میشن. حالا نکته مهم اینجاست. اگر وسط یک چرخه خواب عمیق بیدار بشی، احتمالاً احساس سنگینی و خستگی میکنی. اما اگر نزدیک پایان یک چرخه بیدار بشی، حتی ممکنه با خواب کمتر احساس بهتری داشته باشی. به همین دلیله که بعضی افراد با 6 ساعت خواب بهتر از کسی که 8 ساعت خوابیده احساس انرژی میکنن. بخش دوم، دشمن شماره یک خواب. اولین چیزی که کیفیت خواب خیلی از آدم‌ها رو خراب میکنه همون چیزی است که صبح باهاش بیدار میشن. آلارم. وقتی بدن تو هنوز در مرحله خواب عمیقه و ناگهان با صدای آلارم بیدار میشی، مغزت فرصت نداره به شکل طبیعی وارد حالت بیداری بشه. نتیجه چیه؟ احساس گیجی، بی‌حوصلگی و چیزی که خیلی‌ها بهش میگن خواب آلودگی بعد از بیداری. راه حل این نیست که فقط آلارم رو حذف کنی. راه حل اینه که زمان خواب و بیداری منظمتری داشته باشی تا بدن خودش ریتم پیدا کنه. بخش سوم، دشمن شماره دو، صفحه های نمایش. یکی از بزرگترین اشتباهات قبل از خواب گوشیه. نور صفحه موبایل به مغز پیام میده که هنوز زمان بیداریه. بدن ما هورمونی به نام ملاتونین تولید میکنه که به خوابیدن کمک میکنه. اما نور زیاد در شب میتونه این فرایند رو مختل کنه. یعنی تو ممکنه ساعت 12 شب گوشی رو کنار بذاری ولی مغزت هنوز فکر کنه روز ادامه داره. یه تغییر ساده، حداقل 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب نور صفحه ها رو کمتر کن و اجازه بده مغز آرامتر وارد حالت خواب بشه. بخش چهارم، دشمن شماره 3، قهوه. قهوه برای خیلی ها یک ابزار انرژی گرفتنه، اما مشکل زمانی شروع میشه که زمان مصرفش اشتباه باشه. کافئین میتونه ساعتها در بدن باقی بمونه و روی کیفیت خواب تأثیر بذاره. حتی اگر با وجود قهوه بتونی بخوابی، ممکنه خواب عمیقت کاهش پیدا کنه. یعنی چشمات بسته است، اما مغزت اون کیفیت واقعی استراحت رو دریافت نمیکنه. بخش پنجم، دشمن شماره 4، الکل. خیلی فکر میکنن الکل باعث خواب راحت‌تر میشه. اما خوابیدن با خواب با کیفیت فرق داره. ممکنه سریعتر خوابت ببره، اما ساختار طبیعی خواب میتونه آسیب ببینه و باعث بشه صبح احساس خستگی بیشتری داشته باشی. بخش ششم، دشمن شماره 5، دمای اتاق. بدن برای خواب عمیق نیاز به شرایط مناسب داره. یکی از این شرایط دمای محیطه. اتاق خیلی گرم میتونه باعث بیقراری و کاهش کیفیت خواب بشه. یک محیط کمی خنک‌تر معمولاً برای خواب بهتر مناسب تره. بخش هفتم، روتین شبانه آدم‌های پر انرژی. آدم‌هایی که صبح‌ها انرژی بیشتری دارن معمولاً یک راز بزرگ دارن. اونا قبل از خواب تصمیم نمیگیرن که فقط بخوابن. اونا برای خواب آماده میشن. چند تا کار ساده باید انجام بدن. ساعت خواب تقریبا ثابتی داشته باشن، قبل خواب ذهن رو آروم کنن، نور محیط رو کمتر کنن و کارهای استرس‌زا رو به لحظه‌های آخر شب منتقل نکنن. خواب خوب از لحظه‌ای که سرت رو روی بالش میگذاری شروع نمیشه، از چند ساعت قبل شروع میشه. بخش هشتم، روتین صبحگاهی. اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام میدی روی کل روز تأثیر میذاره.
به جای اینکه مستقیم سراغ گوشی بری، چند دقیقه نور طبیعی دریافت کن. کمی حرکت کن، آب بنوش، به مغزت پیام بده که روز شروع شده. و در پایان، خواب بیشتر همیشه به معنی انرژی بیشتر نیست. کیفیت خواب، زمان خواب و عادتهای قبل و بعد از خواب هستن که تعیین میکنن صبح با چه حالی بیدار بشی. اگر هر روز صبح خسته بیدار میشی، شاید لازم نیست فقط ساعت خوابت رو زیاد کنی. شاید باید روش خوابت رو هم تغییر بدی. چون آدمای موفق فقط بیشتر کار نمیکنن، اونها بهتر ریکاوری میکنن. اگر این ویدیو برات مفید بود، حتما کانال رو دنبال کن، چون قراره درباره عادت‌ها، ذهنیت و رازهای رشد فردی بیشتر صحبت کنیم.